در قراردادها خیار یعنی چی و آیا قابل اسقاط هستن یا خیر؟ خب خیار یعنی چی؟ خیار یعنی اینکه به لحاظ قانونی قانون این اختیار رو به طرفین داده که هر وقت بخواهن با توجه به شرایطی که مقرر شده بتونن معامله رو فسخ بکنن. حق یه قانون به طرفین میده که معامله رو بتونن فسخ بکنن. خب ما انواع خیارات داریم که از جمله این خیار مجلس هست. خیار مجلس یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که طرفین در یک مجلس نشستند میتونن این معامله رو برهم بزنن، اما دیگه از در رفتن بیرون و مجلس رو ترک کردن دیگه حق فسخ معامله رو ندارن. و دومین خیار حیوان هستش. خیار حیوان یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه فرد یک حیوانی رو خریداری میکنه تا 3 روز میتونه این معامله رو فسخ بکنه، چون اگر این حیوان یک بیماری یا چیزی داشته باشه دیگه تا 3 روز مشخص میشه، اما دیگه بعد از 3 روز نمیتونی این معامله رو فسخ بکنی. پس تا 3 روز شما حق فسخ معامله رو دارید، بعد از 3 روز دیگه حق فسخ نداری. به این میگن خیار حیوان. و همچنین خیار شرط. شما یه معامله رو میکنید که یه شرطی داشته باشه، اما اگه این شرط رو نداشته باشه به وسیله خیار شرط میتونی معامله رو فسخ بکنی. و همچنین دیگر خیاری که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم خیار تأخیر ثمن هستش. خیار تأخیر ثمن یعنی چی؟ یعنی شما به طرف یک مدتی رو میدید که مثلا مبلغ رو پرداخت بکنه، مبلغ قرارداد رو، ثمن معامله رو پرداخت بکنه. اگر ثمن معامله رو پرداخت نکرد شما میتونید این معامله رو باطل بکنید. و همچنین اگر ذکر نشده باشه معمولا تا 3 روز طرف بهش میتونی فرصت بدی به صورت عرفی، اما بعد از 3 روز مبلغ رو پرداخت نکرد میتونی به واسطه خیار تأخیر ثمن معامله رو فسخ کرد. و همچنین دیگر خیارات خیار رؤیت و تخلف وصف هستش و یا خیار عیب و غبن و تدلیس و اینا که مشخصه، از اسمشون مشخصه. اگه عیبی داشت میتونی فسخ بکنی، اگر وصف خاصی رو براش ذکر بکنی که اون مثلا یه اسبی رو میفروشی که سفید باشه اما بعدا مشخص باشه که سفید نباشه، تخلف از وصف میتونی به عنوان خیار تخلف از وصف این قرارداد رو باطل بکنید. و خیار تبعض صفقه دارین که مثلا شما یه خونه ای رو میخرید که حالا بعدا مشخص میشه که 3 دانگش به اسم دیگری است که این به واسطه تبعض صفقه میتونی این خیار رو استفاده بکنی معامله رو برهم بزنی. اما بعضی از این خیارات هستن که واقعا قابل اسقاط نیستن. حالا تو قراردادها مثلا معمولا می‌نویسن اسقاط کافه خیارات، یعنی شما نمیتونی از هیچ خیاری استفاده بکنی به خاطر اینکه معامله برای همیشه صحت داشته باشه. اما بعضی از خیارات هستن که اگه حتی بگه ما حق فسخ هم نداریم باز میتونی فسخشون بکنی. اینا 3 نوع خیار هست. خیار تدلیس یعنی طرف یه فریبی رو به کار برده باشه شما رو گول بزنه، یا خیار تعذر تسلیم یعنی قرار بوده که حالا اون موضوع رو به شما، اون موضوع معامله رو به شما تسلیم بکنه که تسلیم نکرده باشه، حالا باز در اصل میتونی از خیار تعذر تسلیم استفاده بکنی. و یا خیار تفلیس. در این میان طرفین میتونن از این خیارات استفاده بکنن و معامله رو برهم بزنن. ممنونم که با ما بودید. هر گونه سوال و موضوعی براتون پیش میاد برای ما کامنت بکنید، ما جوابگوی شما خواهیم بود. سپاسگزارم.